ما 2 هفته گذشته، 2 موضوع گذشته قبل از پرستش چه کوتاهی داشتیم اگه یادتون باشه. یک تعلیم کوتاهی در مورد پرستش داشتیم. قبل پرستش یه تعلیم کوتاهی دادیم. ما هفته پیش در مورد چی صحبت کردیم که خداوند طالب اینه که با هر نوع احساسی که داریم بیایم او رو پرستش بکنیم. درسته؟ حالت بده، بیحالی، کسلی، افسرده‌ای، هر حالتی که هستی، خداوند برای تمام حالتهای ما، برای تمام احساسهای ما، برای تمام مود ما، خداوند ارزش قائله و براش مهمه. و بعد در پیغام گفتیم که ما دعوت شدیم که به خداوند اعتماد بکنیم. اعتماد به خداوند نیاز به چیز پرفکت نداره. اعتماد به خداوند نیاز به شرایط عالی و پرفکت نداره. اینو هفته قبل صحبت کردیم. اتفاقا اعتماد خدا جایی معنی میده که هیچ چیز سر جاش نیست. اگه همه چیز سر جاش باشه که اعتماد معنی نمیده که. خب همه چی داره میره دیگه، رو رواله. به چی اعتماد کنم من؟ اتفاقا در بحث ایمانی و در بحث روحانی اعتماد به خدا جایی معنی میده. گفتیم چی؟ دو چارتا جو در نمیاد، زندگی جو در نمیاد، کارات عقب افتاده، پلانات شکست خورده و اینجور چیزها. در مورد این صحبت کردیم. اما امروز در مورد دوباره در یک قسمت یک از بعدهای پرستش این هست که خدا میخواد که طالب این هستی که ما با صداقت با اون رفتار بکنیم. همینطور که صداقت پایه و اساس یک رابطه و دوستیه. چطور ما میتونیم با یکی دوست باشیم ولی اون آدم باشه که با صداقت رفتار نمیکنه با ما؟ شما آیا حاضرید با کسی دوستی بکنید؟ آیا شما حاضرید با کسی رفت آمد بکنید که با شما با صداقت رفتار نمیکنه؟ پس وقتی میگیم که مسیحیت در واقع یک رابطه هستش، داره خدا بس طالب اینه که افرادی که در مسیح با خدا یک شدن با او با صداقت و با راستی رفتار بکنه. اما چرا اینا دارم میگم؟ چون نکته خیلی مهمیه. بعضی موقع زندگی انقدر رو ما فشار میاره، انقدر زندگی از ما خواسته داره، انقدر زندگی نیاز داریم به یه چیزایی در زندگی که باعث میشه که گاهی ما بعضی موقع به دروغ‌های مصلحتی هم رو بیاریم، به رفتارهای مصلحتی رو بیاریم و متاسفانه این باز برمیگرده به همون پیشینه ما. مخصوصا ما ایرانی ها گفتیم ای پیشه مذهبی میاییم و هر چی دیدیم ریاکاری و دغل‌بازی و دروغ‌بازی تو مسجد یه جور، بیرون یه جور. حالا فکر کن با همون سیستم میایم وارد کلیسا میشیم. خودمون ذاتاً اینطوری نیستیم، ما منظورم این نیست، خودمون کاراکترمون این نیست، اما میبینی که از اون یک برداشتی داشتیم، تو بک‌گراندمون از اون برداشتی داشتیم. اما یه موضوعی که اینجا خیلی مهمه، کلیسای خدا باید اینو بدونه که یکی از موانع رابطه با خدا عدم داشتن صداقته. تو میتونی با انسان صادق نباشی، تو میتونی با پدر مادرت هم صادق نباشی، تو میتونی با همسرت هم صادق نباشی، اما آیا با خدا میتونی بازی بکنی؟ میتونی با اون در واقع صادق نباشی، براش فیلم بازی کنی، رول بازی کنی یا ماسک بزنی براش یا هر چیز؟ نمیتونیم. و چرا این دارم به کلیسا میگم؟ چون در کتاب امثال سلیمان فصل 6 اونجا خیلی واضح یا خیلی مشهوری خدا میگه که خداوند از 6 یا 7 چیز هست که کراهت داره، به بعدش میاد میگه اصلا نزدیک من نیاد. یعنی میگه وقتی میگه کراهت داره، کلمه کراهت رو الان نمیخوام باز کنم، میدونیم یعنی چی. اصلا میگه نزدیک من نیا، اصلا سمت من نیا، پیش من نیا اصلا. یکی از این در واقع موردها توی 6 تا مورد و 7 تا موردی که داره همه‌شو میتونم براتون بخونم. میگه 6 چیز است که از آیه 16 6 چیز است که خداوند از آنها بیزار است، بلکه 7 چیز که از آنها کراهت دارد: چشمان متکبر، زبان دروغگو که همون بحث عدم صداقته، دستانی که خون بیگناه را میریزد، دلی که نقشه های شریرانه میکشد، پاهایی که برای بدی تیزرو است، شاهد دروغینی که دروغ ها میبافد و آن که تخم نفاق میان برادران میپاشد. خیلی واضح داریم اینجا میبینیم که خدا میگه یکی از این موردها میگه که با من صادق باش. اگه با من صادق نباشی، میگه اصلا نمیتونی نزدیک من بیای، اصلا من نمیتونم نزدیک تو بیام، اصلا نمیتونم به تو کمک بکنم وقتی تو با من صادق نیستی و در صداقت با من زندگی نمی کنی.
ما در کتاب امثال فصل 11 دوباره آیه 3 خیلی واضح دوباره مزمور نمی‌نویسیم که راستی صالحان هادی ایشان است، کجروی خیانت پیشگان مایه تباهیشونه. من اینو نمیخوام بگم که ما خیلی خوبیم، ما خیلی باحالیم، ما خیلی شاخیم، ما خیلی مسیحای خیلی قوی هستیم، رو دست ما دیگه مسیحی نیست و فلان. نه، این منظورم این نیست. به جهت بیداری دارم میگم. ما عدم در واقع صداقت با خدا چیکار میکنه؟ رابطه‌مون تو پرستش هم میزنه. اصلا نمیتونی پرستش بکنی، اصلا نمیتونی با خدا صادق باشی، چون وقتی تو پرستش میای، وقتی دلت صادق نباشه، وقتی فکرت تو صداقت نباشه، این در واقع به تو آسیب میزنه و اصلا یک مانعی میشه برای اصلا در حضور خدا رفتن. اصلا نمیتونیم برکات پرستش رو دریافت. خدا به خواسته های من مشکل نداره، فقط میگه با من صادق باش. برای من شو بازی نکن. برای من به قول معروف بذار یکم راحت صحبت کنیم. شو بازی نکن، برای من دورویی نکن، راحت باش، بذار با من با دل صادق و صاف بیا جلو. امروز ما در مسیح عیسی از تمام این شخصیت ها، از تمام این کاراکترها و از این گناه آزاد هستیم. یعنی خداوند ما رو آزاد کرده از این. وقتی کسی که در مسیح عیسی هست از این آزاده، از دروغ گفتن، از ریا، از دورویی، از در واقع عدم صداقت داشتن آزاده. ولی اگر هنوز شخص درگیر این موضوع هست، معلومه که هنوز اون رابطش با مسیح یک نشد. یکی از راهایی که به ما کمک میکنه از این انسانیت کهنه آزاد بشیم، از این در واقع کاراکترها، از این عدم صداقت با خدا یا اون چیزی که انسانیت کهنه در واقع بهش میگیم آزاد بشه، اینه که خودتون رو در پرستش به حضور خدا رها بکنید. فکرتون، تمرکزتون رو بذارید روی این پرستش، با اون چیزی که دارید اعلام میکنید، با اون چیزی که داره اعلام میشه. این به شما کمک میکنه فکرتون، قلبتون، روحتون تقدیس میشه و بهتون کمک میکنه که تو این قسمت رو بیاین جلو. پس